سلام. خوبی؟ مرسی. چه خبر؟ سلام. استرس دارم. استرس داری؟ آره. چقدر؟ خیلی. اندازه؟ زایمان. او مای گاد. خب حاجی چیکار کنیم؟ خب اوکی، ما گفتیم که بالا کراب میزنیم، یه حجمی از پشت سر نگهمی داریم و بغل و تمپل فید میزنیم. اوکی؟ اوکی. ریشاتو چیکار کنیم؟ الفاظی که گفتی رو ترجمه کنیم. الان ترجمه شد توی اسلام نشون میدیم تصویری. ریشاتو چیکار کنیم؟ ریشا رو بذار، میخوام وام بگیر. خانومی گفته ریشا رو نزنیم. بیفور 12 میاد هم دیگه رو میبینیم. احتمالا بذارمش یوتیوب، فاک به این استا. اوه. چطوره؟ ببین تا فدای تو. یه دالبی صداش دالبی. یه حاجی بالا کراب به خاطر اینکه جنس موهات خیلی پر پشته و لخته، بغل تمپل بردیمش بالا که کراپمون زیباتر بشه. پشت یه خورده مو نگه داشتیم، یه خورده حجم نگه داشتیم، زیاد نه، 13-15 میل. خب به خاطر اینکه یه خورده راحت هم باشی یه پشت گردنت هم یه فید کوچولو زدیم. ریشات هم که خانومی گفته دست نزن، دست نمیزنیم، با پا ما اینو اصلاح کردیم. بعد مبارکه. عالی بود. انشالله روزی خودت. مرسی. دالبی.